هیچ پشیمانی در زندگی به اندازه اینکه تو برای شکوفایی خودت تلاش نکنی من در اتاق درمان ندیدم. مثلا طرف ممکنه ازدواج نکرده انقدر پشیمان نیست، ممکنه طرف مهاجرت نکرده که باید میکرده انقدر پشیمان نیست، تا کسی که برای شکوفایی خودش اقدامی نکرده. باز دوباره نکته دیگه، همسرتون اگر تو مسیر شکوفایی نیست هلش بدین، کمکش بکنید، چند سال بعد یقتون رو میگیره. همون مادر یا پدری که امروز تمام زندگیشو برای شما میذاره یا برای بچه هاش میذاره، چند سال بعد به عنوان بزرگترین شاکی میاد سراغتون. 70 سالت هم که هست من میگم دیر نشده، بلند شو، برو دستشو بگیر، ببین چیا دوست داره، با همدیگه انجامش بدید. حتی شده اگه بخواین یه دونه کافه زیر پله با همدیگه بزنید، یه کاری بکنید. کار هم مغزتون رو رشد میده، هم عقلتون رو رشد میده. الان مثلا خیلی از خانوما مثلا اسمشون خانواده بنده خدا مثلا که آنلاین شاپ داره، اون یکی نمیدونم چی شاپ داره، اون یکی، خیلی‌ها دارن این کارا میکنن. چون این سکون بدترین چیزه، عادت به سکون از همه بدتره. ما باید تلاش بکنیم بچه‌هامون رو سوق بدیم، همسرمون رو سوق بدیم به سمت بیرون و اجازه بدیم که این آدم‌ها برن نقاط قوت و علاقه‌مندی‌هاشون رو تاچ کنن. اجتناب کننده ها خیلی میتونن در آینده زندگی بدی داشته باشن.